و دوزه همچی رو باشد را دروغا مازی را شهر چند راه آتگر چه هزار. صدایی که شنیده میشه ناله های مرگ ولی فقیه جنایتکاری که از 300 تا بلدگو آه نالش بلند شده. علت این هم سیرک و هوش ولایت پیروزیایی که مقاومت ایران خواهر مریم تو صحنه بین‌المللی به دست میاره به رسمی شناختن استاتوی حقوقی ساکنین اشراف توسط کمیساریا تا این نماینده ویژه اتحادیه اروپا خانم کاترین آشتون آخونده وقتی پیروزی رو میبینن زوزه میکشن آه ناله میکنن به همون ترپنده سوخته و لو رفتش رو میآورن. این دفعه اطلاعات بدنام تعدادی مزدور از بلوچستان استقدام کرده که از نظر ما اینا پاسدارن شکنجهگرن. اینا دنبال کاسلیسی آخونده هستن که بلوچستان به اینا شناخته نمیشه. اینا میخوام عمر ولی فقیهشون چند سوای با این زوزه آهناله فکر میکنن اضافه میتونن بکنن. خب هیچ غلطی تا حالا نتونستن بکنن، از این به بعد هم نمیتونن بکنن. آخونده دلشون برای مردم بلوچستان سوخته. مگه ما تو بلوچستان نبودیم؟ 30 سال تو این جامعه بودیم. شما جز اعدام، جز فقر، جز احتیاط، جز بی‌اعتمادی چیزی دیگه برای مردم بلوچستان داشتی؟ خب همه این جنایت‌های شما رو ما دیدیم و ما اشرف انتخاب کردیم. اشرف جواب شما آخونده. خب تو اشرف خب تو این 10 سالی که ما بودن توی اشرف خیلی چیزایی که به ذهنم نمیزد من دیدم، مثلا ایثارش، فدا، صداقت، هویت انسانی خودمونو ما امروز تو اشرف پیدا کردیم، به دست آوردیم. خب اینا رو چجوری به دست آوردیم؟ اینا رو تو نشستای عمل جاریمون، تو نشستای هفتگیمون، تو مناسبات جمعیمون و اینا رو اونجا به دست آوردیم. امروز آخونده جنایتکار تو سیرک هوش ولایتشون میان لجن پراکنی علیه عمل جاری ما میکنن، علیه نشسته هفتگی میکنن. حرفایی که شایسته ولی فقیه جنایتکارشونه شایسته اونای نثار ما میکنن که نثار خودشون باشه و از اون ایدئولوژی کثیفشون در میاد. خب با عزم حداقل جنگ 100 بار تو پوزش بیشتر میزنیم. به عنوان یک بلوچ اشرفی به ولی فقیه جنایتکار میگم با نیرو توریستی قدست، با سپاه پاسدارانت، با همه لات لومپنت بردار بیا. درس‌های جدید از مقاومت بد میدین تو تاریخ برات بمونه. به اون غلطای کرده خودت پشیمون بشید. به عنوان یک اشرفی یک حرف بیشتر باید ندارم. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی، زنده باد آزادی.